السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم آتى الجمعة فاجتمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. خواستم در آغاز این صحبت حدیث را که ابو هریره رحمت الله علیه که نام اصل ایشان عبدالرحمن بود که در صحیح مسلم این حدیث وجود دارد، با همراهی شما تحلیل میکنم، بعدا دعا میکنیم و موعظه امروزه را آغاز میکنیم. وقتی من ابی هریره میگویم باوری کامل دارم آن قومی که همیشه در این مسجد ما نماز میخوانند، آن قومی که همراه ما در نمازها اشتراک دارند، با این مرد عاقل، با این دانشمند، با این آدمی محب رسول شناسایی دارد. این همان ابی هریره هست که قبل از اسلام نامش عبدالشمس بود، بنده آفتاب. وقتی حبیب خدا با او روبرو شد، ایمان آورد، گفت نام تو عبدالشمس نیست بلکه نام تو عبدالرحمن است. حضرت نام این عبدالشمس که نام غلط بود، نام نادرست بود، دلالتی به مخلوق داشت، حبیب خدا تغییر در آورد. مثل عبدالرسول، مثل عبدالنبی که اینها هم دلالت به مخلوق دارند و جایز نیست این چنین نام گذاشتن، حضرت هم عبدالشمس نام داشتند، بنده آفتاب. البته انسان بنده آفتاب نمی شود، همه وقت بنده الله هست. از این خاطر حبیب خدا را خوشش آمد که محبوب ترین نام که عبدالرحمن است به حضرت ابی هریره نام گذارد. و خود حضرت اکثر وقت را ابو هر می خواندند. ابو هر پدر گربه، زیرا در خورده گربه را بسیار دوست می داشتند و حتی این کنیت، این لقبش از زمان خوردیش به او گذاشتگی بودند. خدا رحمتشان کند. 5374 حدیث از نام ایشان روایت است. و دیگر اینکه حضرت وقتی حضور پیغمبر خدا در آمدن، چه محبت، چه عشق به اسلام و بر رسول او داشتن. گفتن حبیب خدا، این مادری که در پهلوی من است، این مادر من است. این حال ضعیفی و سستی که در او میبینی، این زن حکم مادری بر من دارد. حبیب خدا، خیلی خوشنود هستم از دعای با شرف و بزرگ تو این مادر ما اسلام قبول کرد. حبیب خدا، یک خواهش دارم از تو. خواهشم همین است که در حق من و مادرم دعا کن که خداوند همین محبت من در دل همه مسلمان های تا روز قیامت خدا جایگیر کنه. چه تکلیفی خوب از حبیب خدا کردن. حبیب خدا دعا کن که تمام مردم مسلمان از همین عصر ما تا قیامت مرا همراه مادرم دوست دارند. در صحیح مسلم این حدیث می آید که حبیب خدا دستش برداشت و گفت اللهم حبب عبیدک هذا و همه الى عبادك المؤمنین.
و حبب الیهم المؤمنین. حبیب خدا را دعاش بود، خدایا دعا میکنم که همین بنده تو عبدالرحمن را همراه مادرش محبت اینا در تمام دل مؤمنهای تا روز قیامت خدایا جایگیر کن و این چنین محبت همه مسلمان ها را در دل این مادر و این فرزند او جایگیر کن. حبیب خدا دعا کردند. خدا رحمتشان کند. حضرت میگوید باری از پیغمبر خدا شنیدم که میگفت من توضأ فاحسن الوضوء، اگر کدام از بندگان خدا طهارت میکند بعد از طهارت فاحسن الوضوء، ببینید شما حسن هم نه آمد، احسن آمد، ببینید فاحسن الوضوء، در نیکوترین صورت طهارت کند. طهارتاتون در نیکوترین صورت، در بهترین حالت باید که شما طهارت کنین. مقصد هر یک اعضاها در آب رسد، هر یک موضع ها باید که بعد آب رسیدن بوی خوشی داشته باشند. بعد او باید لباس های شما خوشبوی باشد. آن چیزی که در بدن شما زیادی است کلا باید از بدن شما دور کرده شود. اینا بهترین طهارت میگویند. حتی همین طاقه هایی که در سر داریم فراموش نکنید برادر عزیز، این در داخلش هم کلی میگویم کلی دارد، هم خمیر دارد، خیلی بوی بد دارد. حتی اینها را وقتی در سر می اندازیم باید وارد این ما و شما خوشبویی اندازیم تا که با این حتی همین طاقه هایی که بدبوی باشند ما بالای سر گذاریم و نماز خوانیم همون هم کراهیت دارد. از این خاطر باید که حتی همین سرپوش های ما و شما هم بوی خوش داشته باشد. وقتی طهارت کردین انجام دادین، ابو هریره میگوید حبیب خدا گفته ایستاده است ثم اتى الجموع، بعد از آن مثل که شما به جمعه آمدین اراده کردین که رفته جمعه را میخوانین. مقصد همین مثال، همین سخن پیغمبر به شما راست می آید. در بهترین صورت شما طهارت کردین، بدنهاتان شستین، صابونشو کردین، خوشبویی مالیدین، الکه در جمعه حضور دارین. ببینید بعد چی؟ بعد از آن حبیب خدا گفتند، بعد از آن وقتی که آمدن آن پیشوایی که دارن، آن امامی که برای اونها هست موعظه را وقتی آغاز می کند یا خطبه را وقتی که می خواند، اینها با تمام هستی خود گوش می اندازند، گوش می اندازند. مثل که الحال شما یک آرامی دارین، مثل که الحال شما یک توجه دارین. کنی حبیب خدا برای ما این شما از سخنهای خدا و حبیب خدا راحت میکنید، استراحت میکنید. و بسیاری شما که یک زمان جهالت، یک زمان خیلی وزنی را ما و شما سپری کرده بودیم که موعظه کردن جنایت بود، در اطراف یک عالم نشستن خطر داشت، شما به دلهای خود میگوییم. حال این جوان ها نمیدانند اون زمان ها را. تراویح خواندن ناممکن بود، اگر میخواندیم هم با طریق پنهانی میخواندیم. مقصد یک خیلی ظلم کلانی بود. بسیاری از شما اگر در این حالت به دل خود گذارانید که هزارها شکر به سوی خدا که ما امروز ساعتهای را خدا برای ما مهیا ساخت که ما سخن خالق خود و صاحب و شفاعتگر خود در روز قیامت آزادانه گوش کرده ایستاده اید. شما در حالت صحبت
و در این ساعتها باید شکرگزار باشیم. هزارها شکر که مسجدهای ما کشاده، موعظه های ما اجازت، اینها در شکرگزار باشیم. وقتی اگر شکر کردیم، در دوام حبیب خدا چی گفتن؟ غفر له ما بینه و بین الجموع. خداوند از جمعه گذشته تا این جمعه، مراد از گناهی که در اینجا آمده است گناه های صغیره هستند. خداوند گناه های صغیره شما را مغفرت می سازد. به خاطر طهارت خوب، به خاطر آمدن جمعه، به خاطر شکرگزار باشین که ما سخن خدا و پیغمبر خدا را از زبان عالم هامان آزاد شنیده ایستاده ایم. و من مس الحصى فقد لغا. حبیب خدا گفت کسی اگر در حالت صحبت و سخنهای بی معنی و بی فایده اگر داده می شود، یقینا جمعه او ثواب ندارد. من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی. حبیب خدا میگوید از بهترین عمل در اسلام این است که انسان سخن بیفایده را ترک سازد. شما برادر عزیز، من هیچ وقت شما را البته شنوانیدنی نیستم و به سوی شما اشاره هم ندارم، لیکن از بس که صدای ما را آینده دیگر برادرها هم که میشنوند، به این خاطر اعلان میکنم که وقتی جمعه، وقتی صحبت، فقط گوشهای شما باید به سوی چی باشد؟ به سوی شنیدن آن موعظه‌ای که در برنامه همون داملا یا امامی که مسجد هست وجود دارد، تا که این جمعه ثواب این جمعه از ما و شما دور نشود. از پروردگار خواهان او هستم، خدای مهربان آن توفیق و آن هدایتی که خداوند به ابو هریره نصیب کرده بود برای ما بندگانش هم نصیب گرداند. چگونه عشق و محبتی که ابو هریره با رسول خدا داشت، خدا آن عشق و آن محبت در دل ما بندگانش هم زنده گرداند. و خداوند مادرهای ما را هم، خواهرهای ما را هم محب قرآن، محب الله، محب رسول خدا گرداند. و خداوند همه عبادت ها را از ما قبول گرداند. خداوند همه روز ما را با سعادت گرداند. و خداوند در همه کارهای ما کشایش نصیب گرداند. همه مشکلاتی که داریم خدایا مشکلات آمان با فضل و کرمت برطرف بگردان. خدایا در این جمعیت برادرهای هستند که بهترین نعمت فرزندند، فرزند میخواهند. خدایا فرزندهای سالم و صالح نصیب شان بگردان. خدایا تا جمعه آینده این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه دار. خدایا ملک ما را باز هم آرامی و آبادیش زیادتر بگردان. همه آن بندگانی که برای بهبودی این جمهوری ما سعی و کوشش دارند، خدا همگی را در حفظ امانت نگه دار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. چون خلافت رونق از عثمان چون خلافت رونق از عثمان گرفت، شرق تا غرب جهان ایمان گرفت. از کمال فضل حق و از جهد او شد جهان بر دین حق در عهد او. بود دریای حیا و کان حیلم، جان پاکش غرقه دریای علم. در سخا همتاش در عالم نبود. حق است برادر عزیز، سخاوتی که حضرت عثمان داشت قسم به خدا در عالم همتای او وجود نداشت. نام او سخی بود. من باوری کامل دارم
اون شجاعت، اون سخاوتی که عثمان داشت تا قیامت مثل او پیدا نمی شود. مثل او دولتدار و میلیونر بسیار می شود، لیکن مثل او غیرت سخاوت پیدا نمی کند. حاضر در دنیا میلیاردرها وجود دارند، میلیارد چندین میلیارد دلارها دارند. در سخا همتاش در عالم نبود، در وفای دین نظیرش هم نبود. چون پسند خواجه کونین شد، چون پسند خواجه کونین شد، در دو دامادیش زین نورین شد. وقتی حبیب خدا که او را محبوب خود گردانید، او را دوست داشت، دو دخترش در نکاح عثمان در آورد، پی در پی. چون پیامبر عین ایمان خواندش، همدم خود قاف قرآن خواندش. برادرای عزیز و گرامی، این مصرع هایی که از ایجادیات عزیزان ما و شما بود که در هر یک مصرع این من برای شما انشاءالله اگر خدا زبان ما را کشاده گرداند ساعتها صحبت میکنم. از این مصرع های شعری برای ما معلوم شد برنامه امروزه ما از حیات و فعالیت سیوم یار پیغمبر خدا حضرت عثمان ابن عفان می باشد. به خدا قسم برادرای عزیز و گرامی، از خدا دیده بزرگتر چیزی در عالم نیست. من برای خودم لایق نمی بینم که قصه این دوستان خدا را به گوش شما رسانم، به خاطر آنکه آن چیزی را که در کتاب از حیات این بزرگها میخوانم در عمل خودم نمی بینم، یا آن چیزی را که به سمع شما میرسانم در عملهای شما نمی بینم. شنیدن دوست می‌داریم، گوش کردن دوست می‌داریم، لکن از عمل کردنش ما و شما بسیار عاجز و ضعیفی. انسان وقت تاریخ حضرت عثمان میخواند، والله که اگر ذره در وجود او ایمان داشته باشد به آب چشم خواندن میتواند. حیاتی که اینها گذرانیدند چه حیاتی با سعادت بود، چه حیاتی خوبی بود. از همه خوبی حیاتشان این بود که همراه اونها این آفتاب تابان محمد صلی الله علیه و سلم همراه اونها بود و همیشه در پهلوی اون نشسته بودند، همیشه با جمال زیبای حبیب خدا هر روز نظارت میکردند. پیش از آنی که من قصه های این حضرت برای شما آغاز کنم، قریب 5 نفر مهمان در این جمعیت نشستند که الحال قبلا 1 ساعت پیش از اسفره آمدند. مقصدشون دیروز بوده است، آمده شب ایستادن بوده است. خیلی راهها که مشقت و مصیبت و مشکلات زیاد دارد رسیدن نتوانستند. الحال قبلا 1 ساعت پیشم همراه ما نشسته بودند، برای زیارت و دیداربینی ما و شما آمدند. پیام و سلام زیاد از آن مردم آوردند، چگونه که پیام و سلام شما را من هم در ماه رمضان به آنها برده بودم. به این خاطر از جانب همه قوم ما هم به اون مردم سلام و درود و رحمت پروردگار باد
و در هر قدم این بندگان خدا که امروز گذاشتند به خاطر زیارت، به خاطر عبادت، خداوند عبادتهاشون قبول گرداند، خداوند در هر قدمشان حسنات کتابت فرماید، با صحت و سلامت به خاندانشان رساند. لیکن از من بسیار خواهش کردن اگرچند که موضوع شما هم خیلی مهم و ضرور باشد، 4 سوال داریم، همین سوالهای ما را جواب گردان تا ثبت شود و این برای مردم ما، برای قوم ما بسیار ضرور است. سخن ما را رد نکنید به خاطر راه دور آمدنمان. ما اجابت کردیم و سوال ایشان پیش خود دارم، میخواهم سوالهای اینها را اگرچند شاید کمی وقتم گیرد لیکن برای که مفصل بیان کنید، شرح دهید. گفتن احترام مهمانم واجب است، به این خاطر سوالهای ایشان را میخوانم. السلام علیکم داملای مهربان. 4 سوال داریم از قوم ما، از مسجد ما. اینجا بعضی چیزا هم نویساندن، همش من نمیخواهم. آیا این صحیح است که روزه های ماه ذوالحجه خیلی فضل و خیلی درجات بلند دارند؟ ما الحال در ماه ذوالحجه قرار داریم. بله، حدیثی هست از ابن عباس که در صحیح بخاری و حدیثی هست از ابی قتاده در صحیح مسلم. هر دو حدیث حدیثی صحیح است. با این معنا آمد است که هر کسی که حبیب خدا در متن حدیث، معناش میگویم، متن حدیث نمیخوانم، حبیب خدا گفتن هیچ عملی صالح به سوی پروردگار محبوبتر و قبولتر از این دهه ذوالحجه نیست. گفتند ببینید، هیچ عملی صالح که اگر ما در غیر دهه ذوالحجه انجام دهیم، اگرچه ویم در پیشگاه خدا قدر و محبوبیت دارد، لکن به منزله دهه اول ندارد. صحابه ها گفتن ای حبیب خدا، حتی جهاد در راه خدا هم؟ گفتن بله. گفتن روزه داشتن دهه اول پیغمبر میگوید. گفتن حتی جهاد هم در راه خدا به مثال این دهه اول روزه گرفتن برابر نمی شود. رسول خدا گفتن اگر با تمام آن اسباب انجامی که تو به میدان جهاد رفتی، اگر حتی در میدان جهاد شما جان به حق تسلیم هم که کنین، در ثواب برابر 10 روزه اول ذوالحجه نمی شود. ببینین فضل، ببینین برکات، ببینین. خوش به حال آن برادرایی که از روز سه شنبه آغاز شدگی هست، البته چند روزی او سپری شده ایستاده است. در صحیح مسلم از حدیث ابی قتاده می آید که حبیب خدا گفتند کسی که اگر 9 ماه ذوالحجه را روزه می گیرد، روز 20 عید است، روز پنجشنبه می شود، روز چهارشنبه 19 اگر شما روزه گیرید، حبیب خدا چی گفتند؟ یکفر السنة الماضیة والباقیة. اینقدر فضل دارد. کسی روز چهارشنبه 19 همین دکبر اگر روزه میگیرد، حبیب خدا گفتند گناههای این ساله و گذشته تو را خدا مغفرت میکند. ببینید، با یک روزه که شما روز چهارشنبه روزه میگیرید، ماضیت و الباقیت، سال گذشته و سالی که تو الله در او حضور داری، این سالش هم میبخشد، گذشتهش هم خدا میبخشد. روز چهارشنبه را از دست ندید، روزش بگیرید. و اگر کدام تو
از فردا هم که روزه گیری از دهه همین ذوالحجه حساب میخورن. روز عید روزه گرفتن نیست. روز عید گرفتن روزه منع است. هیچ وقت اجازت نیست که ما روزهای عید روزه دار باشیم. از این خاطر تا روز چهارشنبه را علال خصوص باز چهارشنبهش فضل و برکاتش برای شما معلوم شد. خب این قدرش فکر میکنم برای برادر عزیز کفایت میکند. دوم، از ما سوال کردن که اولی شبی که در مدینه رسول اکرم در خانه کی خواب رفت؟ وقتی که حبیب خدا از مکه مکرمه همراه اول یار خود خسر خود ابوبکر صدیق وقتی به سوی مدینه رهسپار شدند، خانه و اولاد اجداد ترک ساختند، مردم مدینه چند روز بود که منتظر راه پیغمبر بودند که پیغمبری خدا به مدینه می آید و همه اونها در دل یک ذوق داشتند خدا کند که حبیب خدا در خانه من مهمان شود. هر کس مهمانی پیغمبری خدا را آرزو داشتند. لیکن حبیب خدا وقتی که بالای اشتر سوار آمدند و تمام همون اشرافان مدینه بای و بدولت ها پیشواز گرفتند و گفتند حبیب خدا چند روز شد دسترخوان های ما در خانه پرتافته شده است، منتظر قدم شماست، میخواهیم که به خانه ما شما مهمان شوید تا که از فیض شما برکات شما ما نور گیریم. حبیب خدا که دید بسیار مردم تکلیف حبیب خدا دارد، گفت من برای شما یک پیشنهاد دارم. گفت چی پیشنهاد است؟ گفت همین اشتر من در نزد دروازه کسی که خواب کرد من خانه همون در مهمان می شوم. وقتی حبیب خدا اشتر مبارک که سر داد میگه خیلی قدم زد، تمام مردم از پس اشتر میرفت. کنی اشتر در نزد دروازه کی می نشیند؟ آمد میگوید یک میدانی که قریب خانه ابو ایوب انصاری بود که نام اصل ایشان خالد ابن زید بود، نزد همونجا میگه نشست. حبیب خدا از پالاش پایا نشد، زیرا حبیب خدا میدانست که این اشتر از اینجا میخیزد. این اشاره بود که در جای اولی نشستی اشتر باید که مسجد ساخته شود. از جاش خیست اشتر، باز رحکی شد، آمد نزد دروازه یکی از فقیرهای فقیر مدینه، یک آدمی که هیچ چیز نداشت، خودش شکایت میکرد به خدا قسم میگفت بغیر یک دستمال در خانه چیزی نداشتم. آمد نزد دروازه ابو ایوب انصاری در شتر نشست و رسول اکرم از بالای شتر پایان شدن و خانه ابو ایوب انصاری در آمدن. زمانی که در خانه ابو ایوب انصاری دسترخوان هم نبود، حضرت وارد خانه شدن. خود حضرت حکایه میکند که وقتی که حبیب خدا خانه من آمدن، اگه شما تصور کنید که رسول الله خانه ما و شما می درآید، چقدر فیض است، چقدر بزرگی هست. ابو ایوب میگوید من خودم تماما گم کردم. حتی خانه میگه دو قوته بود، اکنون دو قوته هایی که امروز این مستحکم کاری هایی که این قدر صفت هایی که هست این چنین نبود، مگر دو قوته با همون گویم چوب های خرمایی که پرتافتگی بود، بالای او بانگ بود و با زیرخانه داشت. رسول اکرم گفتن من در همین زیرخانه تو می نشینم. ابو ایوب گفتن قسم به خدا من برداشت نمی کنم که از بالای سر تو رفته خواب کنم. گفتن من هیچ وقت این چیزا طاقت ندارم. رسول الله گفتن سخن ما را قبول کن. گفتن زیرا که نزد من شخصان زیاد می آید، من از بالا پایان شدن برای من مشکلات می شود. به این خاطر گفتن شما بالا را انتخاب کنید. ابو ایوب می گوید وقتی شب شد حبیب خدا در این زیرخانه من خواب کردن و وقتی که ما بالا همراه زن خود بودیم به خدا قسم تا روز ما خواب نکردیم مگر در یک گوشه میگد این بام رفته راست ایستاده، ما چگونه خواب کنیم از بالای رسول اکرم پشت ما بیاید. به این خاطر در یک بیخی میگد همون بام راست ایستادیم تا سحر چشم ما خواب ندید.
سحر شد گفتیم حبیبی خدا تو را رحمت و مغفرت کند، خدا قدم تو را با فیض گرداند، تا روز ما خواب نکردید، دوست بدارم بالای سر ما برا. و حبیب خدا دید که ابو ایوب بسیار خواهشش هست شما پایان خانه باشین و حضرت بالای بام برآمده خواب کردند. بزرگی ابو ایوب این بود که حبیب خدا تا ساختن این مسجد 7 ماه در خانه ابو ایوب بودند. 7 ماه. این خیلی درجات بزرگی حضرت ابو ایوب انصاری است. از این خاطر برادرای عزیز، برادرای مهمان، اولین خانه ای که حبیب خدا مهمان شدند این خانه ابو ایوب انصاری که لقب ایشان بود، اصل نام ایشان خالد ابن زید بود. یک قصه دیگر هم دارد. ابو ایوب انصاری که بار ابوبکر صدیق میگوید گرمای روز بود، شاید حرارتی بیرون به 70 هم زیاد حرارتی گرمی داشت، شکمم خیلی گرسنه بود، دیگر در خانه چیزی یافت نمیشد، بیرون کوچه برآمدم، کمی بیرون در ایستادگی کردم که کسی یافت میشود که ابوبکر مهمانداری کند. یک زمان توقف کردم، کسی در این گرما بیرون نمی برآمد. نگاه کردم که حضرت عمر رضی الله عنه بیرون شدند. گفتم ای عمر، گفتم در این گرما بیرون برآمدی؟ گفت قسم به خدا، گفت شدتی گرسنگی بالای من غلبه کرد، در خانه هیچ طاقت نکردم بیرون شدم. ابوبکر گفت قسم به خدا مرا نیز گفت شدتی گرسنگی بیرون برآورد. یک زمان در صحبت بودن که بناگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون از خانه شدند. با اینها سلام کردند، گفتند ای ابوبکر، ای عمر. ابوبکر و عمر همه شما میشناسین. بار در حضور علی رسول اکرم چی گفت؟ هذان السمع والبصر. ابوبکر و عمر این گوش ها و چشم های من هستند. رسول اکرم این چنین بها به ابوبکر و عمر دادند. بار حضرت علی را گفتند هما سیدا کهول اهل الجنه لا تخبرهما. این در سنن ترمذی میگذرد. گفتند ای علی، گفتند انامین ابوبکر و عمر که میبینی این در روز قیامت تمام پیرانسال های امت من در زیر بیرقش جمع میسازند گفت و فراموش نکن و این خبر هم به اونها نرسان گفت. ابوبکر و عمر قطعی سلام کرد، گفت چرا در این گرمای خیلی شدید بیرون برآمدین؟ گفتن حبیب خدا شدت گرسنگی چیزی در خانه نبود، ما را وادار ساخت که خانه خود ترک سازیم و بیرون برآییم. حبیب خدا گفت قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، مرا هم گفت گرسنگی وادار ساخت که بیرون خانه شوم. ببین دوستای خدا را ببین، روزهای مشکلات ببین، روزهای دهشت ببین، بیرون خانه شدم. این زمان رسول اکرم گفتند میرویم خانه ابو ایوب انصاری. وارد خانه ابو ایوب انصاری شدند. عائله او ویها را قبول کرد و ابو ایوب انصاری که در باغ بود میگوید آمدن رسول اکرم همراه این یارهای او مشاهده کرد. آمد، خوش آمدی گفت. برای آنها از باغش میگوید باز یک نوده خرما هم شکست آورد و حبیب خدا گفت میدانم ابو ایوب تو چیزی نداری لکن بسیار مهمان نواز هستی، و این خاطر به خاطر ما یگان مال ذبح نکن. اگر ذبح میکنی مالی که شیر نداشته باشد باید ذبح کن گفت. این زمان ابو ایوب حبیب خدا با نور نبوت میدانست که وی برای آمدن پیغمبر خدا یک بزغاله را تیار کرده بود. حبیب خدا را میگه بزغاله را ذبح کرد، پختند، آوردند پیش پیغمبر خدا گذاشتند. حبیب خدا وقتی که به خوردن شروع کردند یادشان دختری زیبا و با قدر او فاطمه آمد.
در یک نان میگوید یک تیکه گوشت پیچاندن و در دست ابو ایوب دادن، گفتن قسم به خدا ابو ایوب علی همراه فاطمه دختر من 3 روز است که چیز خوردگی نیستند، دوست می‌دارم همین در خانه دختر من تسلیم کنی. ابو ایوب نانها را قطعی گوشت برداشت و خانه فاطمه آوردن. ببین این گونه مهمان نوازی هم از جانب ابو ایوب انصاری البته به البته صادر شده از حبیب خدا در خانه ابو ایوب در حق ابو ایوب انصاری دعا کردند. از این خاطر اولین تشریف پیغمبر خدا خانه ابو ایوب انصاری بود. سوم سوال کردن، میگویند که رسول الله با اصحاب بعد استنجای خاکی استنجای آبی نکردند، آیا این صحیح است؟ یعنی بله صحیح است. استنجای خاکی داریم، استنجای آبی داریم. آیا مردم برادرایی که در حج می روند اونجا این گونه گوییم که کاغذهایی که خاصه همون حاجت خانه هست یا دیگر نماد خاکه هایی که برای پاک کردن است اونجاها دا نیست، اونجا دا فقط استنجای آبی می شود. به همین خاطر در دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط استنجای خاکی بود، استنجای آبی نمی کردن. مثلا ماها امروز هم استنجای خاکی میکنیم بعد یا با استنجای آبی میکنیم. این نور بالای نور است، این غلط نیست، اگرچند که از دوره های رسول اکرم و اصحابی او ثابت نیست. لیکن حسن بصری هم وقتی که از او سوال کردن در حواشی هدایه می آید، وقتی سوالش کردن که تو چگونه استنجای آبی را بعد استنجای خاکی سنت میگویی زمانی که حبیب خدا نکردن؟ حضرت گفتن که من به خاطر آن میگویم که قضای حاجت اونها از قضای حاجت شما فرق دارد. معنای سخن میشنویم میفهمیم؟ این سخن هم ابن ابو شیبه بیهقی این حدیث حسن گفتند که در الدرایه که تخریج احادیث ها هدایه هست اونجا هم ذکر می شود که حضرت علی گفتند که شما بعد استنجای خاکی استنجای آبی کنید. گفتن به چی خاطر؟ به خاطر گفتن قضای حاجت شما از قضای حاجت دوره پیغمبر فرق میکند. مقصد ببینید چه فرق میکند، من برای شما روشن کنم. اونها حاجت خانه نداشتند. این حاجت خانه که امروز 10 متر شمکنی در 2 سال پرش میکنی این خیلی حاجت خانه نبودند. اونها خوراکی کم داشتند، حتی اونها را در حدیث ها میاد که مثل گوسفند قضای حاجت میکردند. ببینید مثل گوسفند واری قضای حاجت داشتند، خواه یک دانه خواه 2 دانه تمام. از این خاطر قضای حاجت امروزه از قضای حاجت اون زمانه فرقی کلان دارد. به این خاطر است که ما بعد این اگر استنجای آبی کنیم افضل است. ببینید آنقدر ما و شما خوراک میخوریم که اگر کمتر دیری شود ممکن که همه لباس را جزیر کنیم. دیگر تو عقلت نمیگیره که خوردن به خودش یک اندازه دارد. حبیب خدا میگوید معده ها را 3 تقسیم کنیم، یک قسمتش برای آب، یک قسمتش برای نفس، یک قسمتش برای طعام باشد. ببین 3 قسمت: آب، نفس، خوراک. امروز آنقدر میخوریم که نه جای نفس میماند نه جای آب میماند. پس قضای حاجت آن زمان از این زمان فرق ندارد، فرق دارد. یک قصه یادم آمد، میگه در دوره های رسول اکرم از یونان یک طبیب آمد، از یونان یک طبیب آمد و برای طبابت مسلمان ها آمد. لیکن چند سال طبیبی کرد، یگان مسلمان با او مراجعت نمی کرد، بیمار نمی شدن. بعدا حبیب خدا را گفت ای حبیب خدا آخر ما برای طبابت مسلمان ها آمدم، هیچ مسلمان ها پیش من نمی آیند. حبیب خدا گفت نمیدانی سببش در چیست؟ گفت نه. گفت سببش این است که ما مردم مسلمان تا گرسنه نشویم خوراک نمیخوریم. ببینیم تا گرسنه نشویم خوراک نمیخوریم. اگر خوراک خوردیم آنقدر میخوریم که گرسنه ایم. حکمت این سخن ببینیم. باور کنیم به خدا قسم همین امروز تمام همون پروفسورهایی که امروز از اسرائیل مردم ما و شما مدح ثناشان میکند که تمام بیماری ها را دردهاشان یافتند، همه سرچشمه پیشرفت اونها همین سخنهای پیغمبر ما و شماست.
ببین چی معنی دارد؟ گفتی حضرت سعدی ز پر خوردن به روز 100 بمیرد، ز کم خوردن یکی را تب نگیرد. حبیب خدا ما را گفتن که اگر شما خواهیم بیمار نشوید کم خورین، تا زمان گرسنه نباشین خراب نخورین. حاضر ما سیرم که باشین باید خوراکی گرفتیم با از بالاش میخوریم، میگیم غنیمت های پروا نداره. خب پس چی بوده است؟ پس استنجای آبی برای ما مردم بعد استنجای خاکی سنت است، به خاطر که قضای حاجت از اون زمان فرق میکند. خب چهارم سوالی که کردن، آیا این صحیح است که پیغمبر ما را از گوشت زهرآلود داده باشند؟ این را برای ما روشن کنید. این صحیح است که پیغمبر ما از گوشت زهرآلود کرده باشند؟ بله صحیح است. این حکایه را هم مختصرا در صحیح بخاری می آورد. ابن جوزی هم این اشکال شرح می دهد. این زنی بود به نام حارثه، الله علم اگر غلط نکنم حارثه نام داشت. زنی سلام ابن مکشم بود. بسیار جستجو کرد که پیغمبر خدا کدام عضوی گوسفند دوست می دارد. گفتند بازوی او را، دستی او را پیغمبر دوست می دارد. این زن تمام اعضای گوسفند زهرآلود کرد، از آن جمله دستی او را زیادتر زهرآلود کرد، بریان کرد و همچو به حیث یک هدیه پیشنهاد پیغمبر کرد. همراه پیغمبر خدا حضرت بیشر ابن برا نشسته بود. خدا دانا هست، من انشاءالله اینا را تخمینم که گویم در ذهنم هست. گوسفند تقدیم پیغمبر کردند. حبیب خدا گفت مرحمت بیشر، گفتند تناول کنید. حضرت بیشر خوردن گرفتند. حبیب خدا یک ناله را گرفتند در دهانشان انداختند. همون ناله از گوشت دست بود. کمی خاییدند و از دهان بیرون کردند. گفتند این هذا العظم لیخبرنی انه مسموم. او چی سخنی زیبا گفت پیغمبر خدا. از دهان بیرون کرد، گفت قسم به خدا، گفت این گوشت به من گفته ایستاده است که حبیب خدا مرا تناول نکن که من زهرآلود هستم. این گوشت گفت به زبان آمد لیخبرونی، خبر داده ایستاده است مرا انه مسموم، حبیب خدا از دهان بیرون کن که من زهرآلود هستم. حبیب خدا بیرون کردن. یک دم نگذشته بود که بیشر فرزند برا حالتش دیگرگون شد و تا راز کردن که بیشر جان به حق تسلیم کرد. حبیب خدا این زن فریاد کرد، گفت برای چی این کار کردی؟ گفت خواستم که فهمم اگر پادشاه باشی از ضررت آسیب میبینم، لیکن اگر پیغمبر باشی هر آینه تو درکدار میشدی، لیکن باور کردم که تو پیغمبر هستی. حبیب خدا میگوید حکمی به قتلش ندادند، لیکن در بعض اخبارها آمده است که به خاطر که از زهرآلود کردن گوسفند که بیشر هلاک شد، او را هم در عوض بیشر هلاک کردند. از این خاطر این صحیح است برادر عزیز. خدا شما را خیر دهد، خدا قدمهاتون را حسنات نویسد و فکر میکنم که همین قدر جواب برای این برادرها کفایت میکند. اگر مفصل تر باید لازم باشد راستی بار میلش باز مراجعت کنید انشاءالله. برای شما همون کتاب هایی که شاید نام نگرفته باشه اون کتاب هاشم برای شما ذکر میکنم.
حضرت عثمان رضی الله عنه نام پدرشان عفان بود، نام مادرشان اروا بود. حضرت عثمان قریشی بودند و 5 سال از حبیب خدا در سن سال خورتر بودند. کرسی خلافت را 12 سال و 12 روز زینت بخشیدند. از همه زیادتر در کرسی خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه بود. بسیار آدم سخی بود، بسیار حیای بلند داشت، حیا، شرم. انشاءالله من وقت میبینم خیلی کم است برای شرح دادن من از حیای پیغمبر خدا، وقت گنجایش نمیدهد، زیرا میخواهم در اطراف حیا برای شما یک مفصلتر بیان کنم. از این خاطر من حیای پیغمبر خدا را جمعه آینده برای شما، حیای حضرت عثمان برای شما اگر حیاتون باقی باشد جمعه آینده برای شما حکایه میکنم. شاید که ما مردها هم در حیا مثل حضرت عثمان شویم و بینیم که سرچشمه حیایی که حضرت عثمان داشت از کجا گرفته بود. لقب مبارک حضرت عثمان ذی‌النورین بود. برادرای عزیز و گرامی، شاید شما در کتابها عثمان ذی‌النورین خوانین، ندانین که ذی‌النورین چیست. ذوالنورین یا ذی‌النورین اینا از کلمه های عرب استفاده شده است. ذو صاحب گفتگی، نورین ضمیر به سوی دو هست، صاحب دو نور. عثمانی که صاحب دو نور بودند. کدام نور؟ حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم، دخترهای پیغمبر خدا. رقیه را وقتی در نکاح خود در آورد، وقتی غزوه بدر شروع شد، حضرت در غزوه بدر اشتراک کردن نتوانستند، به خاطر که رقیه بسیار رقیه میگه ما و شما بسیار احوالش بد بود. حبیب خدا گفت که از پیش این دختر من دور نرو، زیرا حبیب خدا میدانست که در حالت غزوه دخترش جان به حق تسلیم میکند. زمان غزوه بود، رقیه جان به حق تسلیم کرد. حبیب خدا که عثمان بسیار دوست می داشت، آمد دختر دیگری خود ام کلثوم را در نکاح عثمان در آورد. این هم دیری نگذشت، سال 9 هجری بود که ام کلثوم هم از دنیا گذشتند. عثمان بسیار غمگین شدند، بسیار غمگین شدند. حبیب خدا آمد گفت، عثمان گفت غمگین نباش، قسم به خدا اگر دختری سیوم می داشتم ویم در نکاح تو می در آوردم، افسوس ندارم. این رقیه و ام کلثوم در اول کلینهای عمه پیغمبر ابو لهب بودند. ابو لهب عمه پیغمبر، دشمن سرسخت خدا و پیغمبر، خیلی پیغمبری خدا را آزار داد، خیلی پیغمبری خدا را روزهای بد بالای پیغمبری خدا آورد. در اول این رقیه و ام کلثوم کلینهای این بدبخت بود و 3 فرزند داشت، یکی عتیبه، یکی عتبه، یکی معتب. و این رقیه زن عتبه بود، لکن ام کلثوم زن عتیبهش بود. وقتی که حبیب خدا دعوای پیغمبری کرد،
وقتی که مردم همگی ایمان به خدا و پیغمبر می آوردند، ابولهب ناراحت می شد، خیلی ساعتهای غم و دقتش زیاد می شد و عذاب و شکنجه پیغمبر روز به روز زیاد کرد. بناگاه سوره مسد پایان آمد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. وقتی این سوره از نزد خداوند پایان آمد که این دوزخی بودن ابولهب خدا اعلان کرد، ابولهب یک بار باز دشمنیش زیاد شد و این فرزند خود عتبه و عتیبه را نزد خود فریاد کرد، گفت میدانین این خسوری شما محمد چی میگوید؟ میگوید که خدای من میگوید که ابولهب زود است که شرمنده می شود و وارد یک دوزخ می شود. شما با این سخنهای محمد طاقت دارین؟ اگر من پدر شما باشم قسم یاد میکنم به لات و عزا، اونچه هیکل پروری و اینمین بت پرستی بود، نام اونها را گرفت، قسم به لات و عزا گفت چهره من، سخن من برای شما فرزند حرام است تا زمانی که فرزندای محمد طلاق نکنید. حکمت داشت، باید دخترهای پیغمبر در دست این پلید باید نمی ماندن. گفت میلش پدر، گفت ما به خاطر تو دخترهاشم طلاق میکنیم، پیغمبرم آزار میدهیم. عتیبه از جای خود خیز، عتبهشم رقیه را قطع ام گلسوم طلاق دادن و عتیبه بدبختش برای خاطر پدر همون بدبخت روسیا خرسند شدن نزد پیغمبر آمد. چی گفت؟ آمد و بی آدابانه، چی میداند که شرافت دنیا و آخرت نزد حبیب خدا بود، اینا نمیدانست. برادر عزیز، به خدا قسم برای اسلام داشتن تان افتخار داشته باشه، برای هدایت یافتن تان افتخار داشته باشه، برای این راه درست خدا به شما نصیب کرده است. خدا به خدا قسم شما محبوبان خدا هستید. هر کس خدا هدایت نمی‌کند. ببین عتیبه نزد پیغمبر خدا آمد، به خاطر این روسیای بدبخت پدر خود به چهره پیغمبر خدا توف انداخت. الحمدلله که میگویند مفسرای قرآن این توف این بدبخت به چهره پیغمبر نرسید، لیکن حبیب خدا بعد شنیدن که ما دخترهای تو را طلاق کردیم توف برای تو بسیار ناراحت شد و دستش برداشت. حبیبی که مهربان بود دعا کرد اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، از تحت دل دعا کرد. خدای گفت این بنده ناسپاس، این بنده ناشکر، این معامله نادرسته که در نزد حبیب تو کرد، دعا میکنم که خدایا به این بنده ناسپاس و سگ از سگهایت را مسلط گردان، خدایا او را در عذاب از عذابها روبرو گردان. دعا کردن. وقتی این عتیبه این دعا را شنید از دعای پیغمبر می ترسیدند. آمد نزد ابولهب گفت این گونه رفتار کردم پدر و خیلی در خشم آوردم، لکن دعا کرد. ابولهب گفت منم از دعای وی می ترسم. فرزند عزیز خودت احتیاط کن، مبادا گفت دعاش در تو تاثیر نکنه. چی می داند که دعای پیغمبر احتیاطم شکسته نابود میکنه. وقتی به طرف شام میگن حرکت کردن همراه پدر خود به یک وادی رسیدن، اونجا که میخواستن استراحت کنن. ببینین این عتیبه بعد آن که دخترش طلاق داد باز پیغمبر خدا را توف انداخت، اونجا دو چیز دیگر را انکار کرد. انشاءالله که وقت کم است من خواستم را باز روشن کنم، به خاطر که بعضی حالی از این مردم ما و شما هم انکار کننده همون چیزی که عتیبه است، مردم ما هم همون چنان انکار کننده است. عتیبه چی گفت؟ گفت ای محمد، گفت آن خدای را که تو بزرگ میشماری
آن خدای را که تو وجود او را باور داری، من که فرزند ابولهب هستم در نزد خدای تو کافر هستم، من خدای تو را باور ندارم. و آن سفری که تو به نزد خدا کرده بودی معراج میگویی، معراج تو را انکار دارم، دروغ میگویی. گفت این بدبخت را ببینید، سخنان را ببینید. او روز هم در یک جا شنیدم که یک بیچاره بی سواد بی معنی بی معرفت هم گفته بود است که همین مسلمان ها را میدانیم که سبب قفامانی در چیست، در چی است؟ از 5 وقت نماز در یک روز میخوانند، که اینا گفته ترقیات را دریافت میکنند. ببینید برادر عزیز و گرامی، برادرای ما و شما، همزمان و همزبان و همدین و همنشینای ما و شما چیا میگوید؟ گفته این مردم میگن قیامت دروغی گفته است، باور نکنید. کلان سال خدا تو را هدایت کنه. چی گویم دیگر؟ افسوس که تو سوره مدثر را میخواندی، اکو خدا رحمت کند جناب عالی را، سرور دولت همین قرآن و کلیکی هم تفسیر کرده است که احمد خانه به عربیش کو اهل علم میفهمد، همون کلیکیش شما خانه گفته است، به این خاطر خانه گفته است. خانه آرا کشا اگر سخنی ما به گوش ترا و رسد، صدقه سخنی من کنه ترا و همون سوره مدثر کشا بیا با آیت‌های 37 و 38 او چی میگوید خدا؟ کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. انا امین تو سزاوار هستی حتی اتانا اليقين. ولی زمان مرگ میآید تو قیامت میبینی. خدا میگوید میلش باور نکنی، آمدن قیامت باور نکن، زنده شدن در قبر باور نکن، ولی آمدی بعد میبینی. خدا گفت ولی میبینی، البته میبینی. فما تنفعهم شفاعت شافعین. خدا گفت اونجا جایی هست که کسی به تو شفاعت دادن نمیتونه. اون قبر و قیامت موضعی هست که نه دامان پدر و نه پولهای در دنیا، نه وظیفت، نه آبرو ترا هیچ خریدن نمیتونه. ترا یگانه چیزی که فایده میبخشد 5 وقت نماز است، باوری روز قیامت است. افسوس که ترا خدا از این هدایت محروم کرده. به این خاطر شما را من میگویم که احسن به شما که شما قیامت باوری دارید. خدا شما را هدایت کرده است، شما زنده شدن بعد از مردن باوری دارید. خوش به حالتان. و خدا قسم از این نعمت بلند نیست برادران، نیست از این نعمت بلند. و طیبه در پیشگاه رسول خدا همین گفت، حبیب خدا برای همین ناراحت شد و گفت خدایا سگ از سگهایت را بر این سگ مسلط گردان. انشاءالله آید در کدام احوال روبرو شد، خدا اگر به ما حیات بخشد و تن شما هم صحت و سلامت ماند، جمعه آینده من برای شما میخوانم. خدا همه شما را نگه داره. یک تاجر از بازار یک مبلغ آورده است برای آبادی مسجد، یک برادر از نومیرک، یک برادر دیگر از کارز، بازارعلی از مسکوه یک مبلغ روان کرده است. خدا نگهش دارد. استاد بهرام از مغازه مصالح ساختمانی بیمار است، در مسجد کمک کردند. در حق دختر مرحوم بابای حسن وفات یافت دعا کنید. در حق استاد سلطان، استاد خورشید و استادهای حاجی خالو و دیگر خدمتیان مسجد دعا کنید. چند روز در اینجا کار خیلی الحمدلله که بشیدت است و استادها پای هم الحمدلله کار کرده ایستادند که همه امیدمان همین است که تا روز عید قربان تمام کنیم. برادرانی که برای مسجد کارتون آوردن، چند روز از کاردون هایی که اعلان کردیم آورده ایستادن، ولی کم است. برادرایی که سوداگر باشین اما چی مقدار کاردونی که داریم بیاریم، برامون زیر پلاستیکا میمانند، فردا گرمیده باز همون پلاستیکا ما ویران میشوند. اگه پولشان آوردین هم کاردون بیارین اقلا. خب برادر ظفر از مغازه فریزه کمک کرده است. برادری که با ما، خب برادرایی که با ماشین از دوشنبه بارهای مسجد آوردن، برادر الهام بچه اکه امام،
خدا پدرش هدایت کنه و توفیق نمازخوان کنه و این برادرم خدا عمر دراز و تنی صحت و کارهاش تا کشایش نصیب کنه که دو بار شد بارهای ما را هم قالین ها را و هم پلاستیک ها را از دوشنبه به پول آوردم. یک برادر خالصانه یک هفته شد که دیوارهای مسجد را استیاشکا کرده ایستاده است. یک برادر چند روز است اما برادرای استیاشکی که هستن بیاین همین را تسترک انجام دهیم که تا روز عید قربان تمام شود. در حق رستم جان دعا کنی، برادری که حیات خیلی قلیل دیدن جنازش اینجا خواندیم، خدا رحمت و مغفرت شد. در حق بابای امراخان که الحال جنازه می شود اینجا، بابای امراخان چند سال هم اینجا حیات به سر بردن این محله ده، وقتی پیش از بیماریش جماعت ها می آمدن، الحال جنازش می خوانیم، دور نروین همینجا. در حق بابای ایشان نظری مرحوم دعا کنید، خدا رحمت و مغفرتش کند. در حق مادر کامل جان خواهر حاجی حاتم از دهه گلستان دعا کنید. برادر خدا اون مادرم رحمت و مغفرت